ما انسان را از یک نطفه آب منی خلق کردیم و امتحان میکنیم، او را نبتلیه، امتحانش میکنیم و به خاطر آن که امتحان را سپاریده بتونه سنگ چوب و کلوخ امتحان کرده میشود. از همین خاطر ما انسان را سمیع و بصیر آفریده ایم، گوشش دادیم، چشمش دادیم، عقلش دادیم. انا هدیناه السبیل، با درسته که ما هدایتش کردیم، راهی درست براش نشان دادیم. یعنی که انسان بی صاحب نگذاشتیم، فرزندی آدم در همه عصر همه زمان از براش پیغمبرها فرستادیم، کتابها ارسال کردیم، عالما را قائم ساختیم تا مردم بفهمونن، راه هدایت براش نشان دادیم. اما شاکرن و اما کفورا. پس این انسان یا شکرگزار می شود، شکرانه نعمت خدا را انجام می دهد و در بدل نعمت های پروردگار و هدایت خدا اعمال نیک صالح می کند، یا کفران نعمت می کند، سرکشی می کند، از فرموده های خدا اجتناب می ورزد. ببینید از این خاطر بعضی فرقه ها پیدا شدند. اول فرقه که در اسلام پیدا شده است فرقه قدریه نامیده می شود. یک فرقه است که اساسگذار آن معبد جوهانی نام یک شخص است. این معبد بسیار فصیح بیان و فصیح زبان بوده است. بدگهر یک زمان در علم عربیت خیلی یدی طولا هم داشت است. در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان خلیفه بزرگ اموی حتی چند مدت معلم فرزندان عبدالملک ابن مروان تعیین شده بوده است. عبدالملک ابن مروان ایرا سفیر دولت اسلامی برون فرستاده بود، تعیین کرده بود. و این معبد جوهانی عقاید باطله و رذیله خیش را شروع کرد. از جمله اول کسی که میگویند در اسلام زبان به مخلوق بدن قرآن باز کرده است همین معبد جوهانی است. اول کسی که شروع کرد در این کار معبد جوهانی است. و نیز در ضمن گفت که انسان اعمال و افعالش به یگان تقدیر وابسته نیست، همه از خود انسان وابسته است. هر کاری که میکند خودش میکند، خواه کاری نکنه و خواه بد. در احادیث آمده است، از جمله امام ابو داود از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکند که بار حضرت به غضب آمد گفت القدریه مجوس هذه الامه. همین قدری ها گفت مجوس امت اسلامی هستند. مجوس زردشتی ها را میگن که به دو اصل اعتقاد دارند، یعنی که تقدیر نیکی را از اهریمن میدونن، از اهورامزدا میدونن، تقدیر بدی را از اهریمن. به دو مبدأ قائل هستند، نعوذ بالله به دو خدا قائل هستند. از همین خاطر کسایی که در عبادت شرک دست به شرک زدن مثل قدریه که انسان خالق افعال اعمال خود دانستند، حضرت عبدالله ابن عمر مجوسی گفت. قدری ها گفت مجوسی امت اسلامی هستند. وقتی که عقاید باطله معبد جوهانی آشکار شد، عبدالملک ابن مروان سال 80 فرمود او را به پایدار برده و در دار آویختندش. از مسلمانان فتوا پرسید که حکم چی است؟ از بس که عقاید بسیار باطله داشت در میان مسلمانان، واقعا یک فتنه نوی ایجاد میکرد. از این خاطر علما فتوا دادن که این از اسلام خارج شده است، این زندقه شده است، پس به دارش کشیدن. اما این معبد جوهانی وقتی که به شام اومده بود، شام مرکزی خلافت اموی ها بود، مرکزی سلطنت اموی ها بود. در همین دمشق یک شاگرد تربیه کرد، جوان مرد، اعمال بعد تیز پهن می شوند. ولی روسا یک ضرب المثل دارن، میگن دورنای پریمیر زرازی تلین. یک شاگرد در همین یک مدت اندک یک شاگرد با نام غیلان دمشقی تربیه کرد. وقتی که معبد به دور کشیده شد، همین شاگرد بدگهرش رفتار و کردار استاد خود ادامه داد. زمان اساسی فعالیتش به زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز، عمر ثانی درست آمده بود. عمر ابن عبدالعزیز میگویند یکی از اولین متکلمان اهل سنت و الجماعه است. بسیار دانشمند بود، بسیار عاقل بود. از همین خاطر در چندین مباحثه ها بحث ها غیلان دمشقی را مغلوب کرد بدبخته. در پیش
حضرت عمر ابن عبدالعزیز خاموش می ایستاد، از در که می برمد باز هم عقیده باطله خودش پخش میکرد. حتی یک مکتوب نوشته است به عمر ابن عبدالعزیز که یا عمر، یک تو از اسلام یک لباس فرسوده و یک لباس کهنه و درشت دغل رسیده است، بس تو یک اندیشه کن، تو آدم عاقل هستی. آیا می شود در حق ذاتی که حکیم از خودش حکیم گفته است ما گوییم که همه کار به مشیت اوست، گناه بندگان به مشیت اوست، شراب نوشی شراب نوشان به مشیت اوست، زنای زناکاران به مشیت اوست، پس ما در حق خالق یکتا ظلم روا نمیبینیم؟ به خود بیا، چشم بکشا. این همون مزخرفاتی همین غیلان دمشقی است. و در جواب حضرت عمر ابن عبدالعزیز با دلیل حجت‌های بسیار راسخ قوی از قرآن جواب این بدگهه را داد. باره وقتی که هر در روبرو میشیشتن و مزخرفات خود شروع کرد غیلان، گفت یک سوال دارم، همین سوال جواب بگو انشاءالله خودش مسئله حل می شود. و حضرت عمر ابن عبدالعزیز سوالش کرد، بگو که آیا خداوند در ازل، یعنی که مخلوقات خلق نکرده، از اعمال بندگان آگاه بود یا نه؟ گفت بله. پس گفت این چی ادعا است؟ آخه رو درگور، خداوند در ازل ولی مخلوقات را خلق نکرده، از اعمال بندگی کلگیش آگاه بود. پس با چی ادعا میکنی؟ چه خیلی میتونه که انسان مخلوق عمل خودش باشه؟ آخه انسان که مخلوق عمل خودش باشه، خداوند در ازل از کجا از افعال او آگاه بود که او چه کارها میکند، عاقبت الامر به کجا میرود؟ میگم غیلان خاموش شد. بار دیگر وقتی که فتنه برداشت در دمشق، همه عقیده های باطله خودش پخش میکرد، سخن به عمر ابن عبدالعزیز رسید، احضارش کرد. وقتی آمد گفت تو چی در میانی مردم سفسطه گویی میکنی، چی پهن میکنی؟ گفت هیچ، سخنی خدا را. گفت مثلا یعنی چی؟ همون آیه را که ما خوندیم همون را خوند از سوره انسان که ما انسان از آب منی، از یک قطره آب منی خلق کردیم و او را امتحانش میکنیم، از این خاطر به انسان گوش، شنوایی و بینایی دادیم، ما هدایتش کردیم خواه شکرگزار شود خواه کفران نعمت کند. عمر گفت در اینجا خاموش نبست، دوام دادم میگه که سوره را خوندم، میگه خواند و دو سوره آخرش مانده بود، جایی که خداوند میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. شما هیچ اراده کرده نمیتوانید، هیچ عمل از شما واقع نمی شود مگر آنچه که خدا خواسته باشد. بدرستی که خداوند علیم است، بسیار داناست و حکیم و کاردان است. یدخل کل شیء فی رحمته، هر چیزی را که بخواه در رحمت خود، یدخل من یشاء فی رحمته، هر کسی را که میخواهد، هر کسی را اراده میکند زیر رحمت خود میگیرد. هر کسی را که اراده رحمت نکرد در ضلالت و گمراهی باقیش میمونه، جاهل میشوه و کافر میشوه و میرود. تمام گفت با پاسخ سوال گرفتی، رو درگوز تو چرا یک آیت هم میخونی و آیت های دیگر را اعتنا نمیکنی؟ این جنبه استش کرد خداوند و ما تشاءون الا ان یشاء الله، از دست شما هیچ کار نمی آید مگر چیزی را که خدا خواسته باشد، مگر چیزی را که در اون مشیت الله رفته باشد. اما وقتی که حضرت عمر ابن عبدالعزیز از دنیا رفت و به تخت سلطنت هشام ابن عبدالملک اومد، این هشام مثل عمر ابن عبدالعزیز دانشمند نبود که قطعی بیست بحث مناظره کرده. از همه خاطر وقتی دید که دست بردار نیست از عمل فسق و فجورش، در سال 105 هجری دانشمندان را دعوت کرد، از جمله امام اوزاعی را، امام شام، امام مسلمانان را دعوت کرد. گفت که همین بدگهر قطعی گپ زنه، ای چی دعوت باطله داره، اثباتش کنه. و اوزاعی 3 سوالش کرد به غیلان، گفت گوش کن،
آیا خداوند امری را که بندگان از اون نهی کرده است کسی را به کردنش مجبور میکند؟ سوال دیگه، آیا خداوند وقتی که امر میکند به انجام دادن کار آیا کسی را از همون کار منع میکنه؟ باز میداره. سیوم، آیا امری را که پروردگار حرام گردانده است برای بندگانش آیا به کسی کمک میکنه که همون کار حرام انجام بده؟ دیگر خاموش ماند، زبانش لال گشت. اوزایی گفت این زندیقه است، کافر است و گرفتن دارش کشیدن این بدگهرم در سال 105 هجری. اما تأثیراتشون در مذهب معتزلیه اثر کرد. همین مسئله عدل، اگر خدا امکان بده وقتی که در موضوع معتزلی ها و عقیده اونا که رسیدیم بعد همین صحبت ادامه خواهیم داد. فقط معتزلی ها تا حد اینا ابله جاهل نبودن، معتزلی ها زیرک بودن. معتزلی ها نمیگفتن که انسان خالق کل اشیاست، انسان خالق اعمال خود است. نه، معتزلی ها میگویند که انسان خالق اعمال بد است. عمل های بدی که می شود از انسان خودش واقع می شود، اما عمل نیک حسنه ای که هست او از جانب پروردگار است. فَإِنْ أَصَابَكَ حَسَنَةٌ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ أَصَابَكَ سَيِّئَةٌ فَمِنْ نَفْسِكَ. اگر عمل حسنه به شما اصابت کرده رسید و از جانب خداست، اما کاری بده شما گرفتار گشتید او از جانب نفس خود شما می شود. آیه قرآن تحریف نموده و دیگرگون نموده، یعنی که معناش دیگر کرده و عوض کرده در میان مردم جار می زدند با کلمه عدل که خداوند عادل است. نسبت خدای تعالی گفته نمی شود که مثلا کفر یک بنده به مشیت خدا شده باشد. خب اگه چی فرقیت است بین کسب و بین خلق؟ خلق آفرینش از هیچ چیزی را پیدا کرده نمیگویند. اصلا هر عملی که بنده میکند، جمیع اعمال بندگان خواه حرکت باشد خواه سکون باشد حقیقتا کسب خودی بنده است. اما خداوند تعالی آفرنده همین اعمال است. علما تحقیق بکنند. این سخن حضرت امام اعظم ابو حنیفه است در فقه اکبر. یعنی چی؟ یعنی میگویند که وقتی که بنده کاری را میخواهد شروع کند، وقتی که سعی تلاش برای انجام دادن کاری میکند، خداوند همون را میآفرد. از جمله امام بیضاوی میگوید هر وقتی که بنده برای انجام دادن کار عزم مصمم گرفت، الله بزرگ او عمل می آفریند و خلق میکند. امام سعد تفتازانی در شرح عقاید نصفی آورده است که کسب بندگان چیزی را میگویند که بنده برای انجام دادن او سعی تلاش به خرج میدهد و خداوند او را خلق میکند. مثلا اگر ما گوییم که هر عملی که بنده میکند از خودش وابسته است و خودش خالق است، بسیار گپی بی معنی می شود. اما میخواهند که پرزیدنت باشند، همه میخواهند که ثروتمند باشند، همه میخواهند که یگان مصیبت بالای سرشون نیاید. اما ما حیات همه بینیم که چنین نیست. با همون کسای دعوه میکنند که بنده تقدیرساز خودش است، میبینی که با شیماشو کندگی و سق پرگی در پشت شیماشو زده است. آخی وقتی تو تقدیرساز خودت هستی خطاب وای نمیکنی که شیمی کندگی نپوشی. از همین خاطر این عقیده را ما میگیم عقیده باطله است. و بین اهل سنت و الجماعه چی یک سخنی نه که برای ما و شما، برای تعلیم ما و شما پیشنهاد کردن. بنده کاسب است، خدا خالق. خالق از کاسب چی فرق دارد؟ کاسب در عمل کردنش به وسیله احتیاج دارد. هر کنسترکتور، هر عالمی بزرگی که چیزی تحقیق کرده است اگر بگیره، او بیچاره احتیاج دارد به مصالح ساختمانی، احتیاج دارد به قوه پوری، احتیاج دارد به مبلغ صرف. اما خالق احتیاج به چیزی ندارد. به یک امریکان پیدا شد همه چیز پیدا میکند. همه الیومین و رزین و اشیاهایی را که مثلا در ساختمان سمالیات یا در ماشین استفاده می شود، همه او را خالق خلق کرده است.
اما کاسب او بنده ای که همون ماشین درست کرده است از همون اشیا استفاده برده و با وسیله آن یک کسب کرد، یک عملی را انجام داد. فرق دیوم، کسب کننده هر کاری را کند به همون کارش وصفش میکنند. مثلا شخص کسبش نوشتن باشد یا فروختن یا خریدن باشد یا دوختن، به نام نویسنده، فروشنده، به نام خریدار و دوزنده یاد می شود. اما الله ذوالجلال به این نام ها یاد نمی شود. هیچ وقت به نام کدام کسب کننده و خلق کننده فلان یاد نمی شود. خالق کلی اشیا است. و نهایت تفاوت سیمه که علما گذاشتن بین خالق و کاسب، کاسب همیشه محتاج خالق است، همیشه در همه اعمال، در همه کار، در صورتی که خالق احتیاج به کسی نداره، صمد است. انشالله با فکر اندک روشن شد نه؟ خب اگر به احادیث نگاه میکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی نوع در مسئله تقدیر سخن گفته است. امام مسلم روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید خداوند تقدیری تمام خلایق را از انس جان و از تمام مخلوقات 50,000 سال قبل از آفرینش آسمان و زمین الکی خلق کرد. 50,000 سال قبل از آفرینش آسمان و زمین الکی تقدیری تمام خلایق، مقدار عمل همه خلایق همه را تقدیر بندی کرده است، همه را آفرید است، نوشته است در لوح محفوظ. ببینید حضرت عباده ابن صامت انصاری صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند بار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان اول ما خلق الله القلم. بدرستی اول چیزی که خداوند خلق کرده است قلم بود. فقال اکتب، پس امر کرد به همون قلم آفریدش بنویس. قال ما اکتبو، قلم گفت پروردگارا چی بنویسم؟ قال اکتب القدر ما کان و ما هو کائن الی الابد. گفت تقدیر بنویس، هر چیزی که هست و هر چیزی که می شود تا ابد، تا به انتها را، هر چیزی هست بنویس. علم خدا انتها نداره و قلم همه همی رو ثبت کرده است، الکی نوشته شده است. رفعت الاقلام و جفت الصحف. یا تون باشه یک 2 هفته پیش در این موضوع صحبت کرده بودیم همین حدیث که پیغمبر گفت الکی قلمی که تقدیرها را می نوشت برداشته شده است، الکی صحیفه ها خشک شدگیان، تقدیر خدای تعالی الکی رفته است و کسی او را عوض کرده نمیتونه اگر تقدیری مطلق باشد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند: حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو الصادق المصدوق. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبری که صادق است، هر سخنی گفته است تصدیق خودش یافته است، برای ما حدیث کرد: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغه مثل ذلك. هر کدام شما گفت پیش از آن که اعضاهات ظاهر شود، پیش از آن که صاحب انگشت دست پا و سر بینی گردید، در زهدان در بچه‌دان مادر تو 40 روز به شکل نطفه میمونه. نطفه همون سپرما، همش یک سپرماتوزوید میمونه. بعدا همون نطفه به علقه، به خون بسته مبدل میشود، همین مقدار با 40 روز دیگر. بعد در 40 روز دیگر آهسته آهسته خون بسته مضغه میشود، یعنی گوشت پاره میشود. ثم یرسل الملک،
فینفخ فیه الروح و یؤمر باربع کلمات. بعد میگه یک ملائکه از جانب خدای تعالی متصدی میگردد، فرستاده میشود. در همو گوشت پوره 120 روزه که الکی کم کم انگشتاش دیار شده است، نمودش ظاهر شده است، روح میدمد، روحی را که خدا خلق کرده است و امر کرده می شود نوشتن 4 کلمه. بعضی شارحان میگن که ملک قبل از او که بیاید روح در بدن آدم بدمه، اول لوح محفوظ میروه، تقدیر همون بنده را میبینه که چی مقدار زندگی میکنه، چی کار میکنه، چی نو میبره، از خود چی کارها نشان میده، جنتی است یا دوزخی، همه را رونویس میکنه، حفظ میکنه و بعد میوره مینویسه. همون دینکه ما و شما دا همه همین نوشتگی است. امروز عالمای طب میگن که اگر همون دینکه را رسشفروت کنیم 500 کتاب میشود، هر کدومش 900 صحیفگی، یا 900 کتاب میشود، هر کدومش 500 صحیفگی. تمام عملهایی که با ما میشود، هر بیماریه که در آینده ما را انتظار است، همش در همون دینکه اومده است. همه بیماری های ارثیه که در اجداد و اولادی 70 پشتاد رفته است، همش نوشتگی است. ببینید امروز علم هم اثبات کرده است. یؤمر باربع کلمات بکتب رزقی و اجلی و عملی و سعید او شقی. 4 تقدیرش نوشته می شود. اولش رزق روزیش، چی نو زندگی میکنه، او رزقش فراخ است، بویای کمبغل نویسن. اجلش کی میبره در کجا، عملش چی نو عمل میکنه، و دوزخی یا جنتی بدنش همون وقت علاقه ثبت میشود. وقتی طفلک 120 روزه در بطن مادر است، بعد حضرت صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، فوالذی لا اله غیره ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها. قسم به خدایی که غیر او معبود بر حق نیست، هر کدام شما بندگان یا یک نفری شما مثلا عمل جنتی ها را میکند، همین قدر شخصی صالح خوبی هست، همین قدر خدا ترس خدا پرستی هست که بین او و بین جنت 1 ذراع بیش مسافه نمونده است، همین فقط همین جان دادن مونده است، همین جان بده درست جنت میروه. اما اگر خدای تعالی او مرده که دوزخی نوشته باشد، یک وقت کار رنگی دیگه میگیرد، دست به فسق و فجور میزند، بدگهر میروه، نصرانی میشود، یا از این بدتر زردشتی میشود و عمل دوزخی ها را انجام داده و راست به قعر جهنم میروه. همین چیزا ما در حیات میبینیم. حجت به گرفتن نام ها نیست، اینه که برای زیرکا همه اشاره کفایه میکنه. و این احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلها. و یک نفری هست که عمل دوزخی ها را میکند، شراب نوش است، زناکار است، فاسق است، فاجر است. خداوند در لوح محفوظ نوشته است که همین آدم جنتی است. یک وقت میبینه که کتاب کار میته، اصلاح میشود، توبه میکنه، رو به سوی خدا میارد، خدمت‌های ارزنده میکند، در راه خدا به شهادت میرسد، راست جنت میرود. انما الاعمال بالخواتیم، در جای دیگر اومده است که همه عملها به خاتمه شو دانسته میشود. پس تقدیر از جانب پروردگار است، او تقدیر بدل کرده نمیشود. او چیزی نیست که او را بدلش کنید. میگن که ما نعوذ بالله ما قادر هستیم که تقدیر خود بسازیم، هر انسان تقدیر ساز خود است. سبحان الله. همین شخصی که ماشین میزنش کوره میگه، از راه گذشت ماشین زدش، بعد مردم طعنه میزنن، آخه جوانمرگ اول نگه نمیکنی پیش قفوت، بعد این راه بگذری. و وقتی او قضا اومد در تقدیرش نوشتگی است، کور میشوه. چون قضا آید شود دانش به خواب
مه سیاه گردد بگیرد آفتاب. و وقتی قضا اومد او علم دانش در سرت سبیل میمونه. آفتاب روشن هم میبینی که پیشش حجاب گرفت یا آفتاب گرفتنش دنیا هم تاریکستان شد. این قضا ابر بود خورشید پوش، شیر اژدرها شوند زو همچو موش. از این خاطر عقاید قدریه، عقاید معتزلیه درباره اون که انسان گویا خالق کردار خود است، اعمال بد از جانب خود انسان واقع می شده باشد، یک سفسطه بیش نیست. این عقیده اهل سنت و الجماعه نیست. در مقابل قدریه یک فرقه ظهور کرد با نام جبریه. جبریه اینا را جبری ها میگویند. چرا جبری؟ از برای اون که میگویند انسان قدرت ندارد هیچ کاری را انجام بده. انسان مثل همون درخت است، مثل که همین درختی بیچاره قدرت ندارد یگان کار انجام بده، انسان هم همون خیل است. حتی همون جنبیدن درخت هم با وزیدن باد مناسبت دارد. انسان هم هر کاری میکند، هر حرکتی میکند، اما از جانب خداوند مقدر است. از همین خاطر انسان جبران هر کاری را بکند میکند. انسان اختیارش در دست خودش نیست. این جبری ها متاسفانه در جامعه بسیار ریشه دووندن. حالا عمر خیام هم میخونیم، بعضی رباعیاتش از عمر خیام جبرگرایانه هستند، جبری هستند. مثل که جای میگد یا رب تگیلم سریشته ای من چی کنم، پشم قصبم تریشته ای من چی کنم، هر نیک بده که آید از من به وجود، تو بر سری من نوشته ای من چی کنم. از این نوجوان مردی زیاد میشود که خودت گناه کنی و با خداوند نسبتش بتیون دیگر سپرتوی که از دستی من چیکار می اومد چی کنم. سبحان الله. خداوند میگه اینا هدیناه السبیل، ما طرف صاحب چشم گوش بینی و عقل فراست خلق کردیم، ما طرف هدایتت کردیم، راه درست نشان دادیم. چرا به راه درست نرفتی؟ وقتی که به راه درست نرفتی عیب است که مثلا تو بهانه کنی که در تقدیرم نوشته بود از دستی من چیکار می آید. حضرت مولوی یک قصه دارد، یک قصه نه شرح توضیح داده است بیچاره. همیش بر ضد جبری ها. اختیار هست ما را بیگمان، حیث را منکر نتوانی شد از آن. هر یکی ما و شما به یگان شک شبهه اختیار داریم. خداوند ما را مختار خلق کرده است. حیث را منکر نتوانی شد از آن، سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخ کس کجاب جوید جفا یا وفا. یگان کس سنگ میگه که سنگ بیا با پیش مکو، او سنگ قدرت ای کار کردن نداره. از همین خاطر میره خودت سنگ میگیری میوری. برزگاه را کس نگوید هیم بپر، یا بیا ای کور تو بر من نگر. یگان کس برزگاه میگه کشش میگه که بپر، وقت برزگاه بیچاره پریدن نتونه، در حیز قوتش نباشد پریدن، چه خیلی او را مجبور میکنی که بپر. یا یک کور بگو که تو بیا نگاه کن شفا شما را نگاه کن چقدر زیبا و آزاده، چشم بینا نداشته باشد. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. همون نقشه های میکشی که پگه او کارا میکنم یا حوزی از مسجد میبرم فلان کارا میکنم، همه قدش دلیل است بر اینکه خداوند را اختیار داده است، تو را مختار خلقت کرده است، یعنی صاحب اختیار جزئی هستی. جمله قرآن امر نهی است وعید، امر کردن سنگ مرمر را که دید. قرآن را ببینه همه امر خدا است، امر میکنه یا از یک کار نهی میکنه یا وعدت میته یا وعید میکنه. یگان که سنگ مرمر امر میکنه که اگر راست نبشتی قورت میکنم، او سنگ مرمر چی را میفهمه؟ پس ما صاحب اختیار هستیم. گفت دزد شحنه را که پادشاه، آنچه کردن بود او حکم اله. یک دزد شحنه میگیره، شحنهش پلیس میگیره شکر. دزد گفت که ای مردک خوب، همه کار من به تقدیر خدا کردم،
در پیشوریم نوشتگی دست در تقدیرم همین دزدی را کردم اگه بیام ترا مردکی خوب شد جواب موته گفت دزد شهنه رو که پادشاه آن چی کردم بود آن حکم اله گفت شهنه آن چی من هم میکنم حکم حق است اید چشمی روشنم شهنه هم گفت جانم صدقه اگه من با حکم خدا عمل میکنم بعدگاه روز میگیرم دسته میبرم کلتا میکنم میپرتم همین هم با حکم پروردگاره از دکان اگر کسی تر ببرد کیم به حکم ایزی دست ای باخیرت بر سرش کوبی دو سه مشتی کره حکم حق این است که اینجا بازده هم یا تربک یا کس بیا یا بگیره یا دکان که تقدیر خدا بدست همین رزق روزی مورا خداوند به همین دزدی معین کرده بدست صاحب دکان به قفس چهار مشتش میزنه که رو تو سیاه حکم خدا ای است که در همجا جاش مون این مالی من ایت نیست بر یک تربه چه این عذر ای فضول می نباشد پیش بقال قبول چون بر این عذر اعتماد میکنی بر حوالی اژدهای میتنی ای مرده که به عقل یک اندیشه کن برای یک ترب که یک سوم قیمت نداره وقتی که همین عذریت در پیش بقال قبول نیستی بگوی به حکم خدای میزنه دندونات میده میکنه تو چه خیلی به امید همین عذر میشه که فردا روز قیامت خداوند بگه که بنده چرا عمل نکردی بگوی که پروردگار رو در نصیبم تو کرده دستی تقدیرم تو تعیین کردی چون بر این عذر اعتماد میکنی بر حوالی اژدهای میتنی از این خاطر علمای اهل سنت و الجماعه گفتن لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین در اسلام نه جبر است نه اختیاری مطلق بلکه امر یک کار است بین این دو کار یعنی که خداوند ما را صاحب اختیار کرده است اما اختیاری ما اختیاری جزئی است ما خالق اعمال شده نمیتونیم اما کاسب اعمال شده میتونیم ببینید این اختیاری جزئی انسان چقدر بلند پرواز کرد انسان از خسکپه و نمیدونم از غارهایی که در کوها کنده میشدن با کیهان برآورد آن همون اختیاره که جزئی همون اختیاره که اندک که خدای تعالی برای ما و شما داده است امروز علم به حد ترقی کرده است که ای خونت میشینی با تمام عالم گپ میزنی توسط آینه نیلگون تمام عالم همش یک خانه شده است اهمیت بهت نمیره تمام دنیا دیگه یک خانه شده است یک مکان شده است اما قدری که ولی تکنیک زورش نمیرسه کمتر قفا مونده است در پای 3 روز به مسکو را میره و ایلو با تلفن در 1 ثانیه در مسکو میرسی یا که در تلویزیون هر لحظه مسکو را میبینی یا تمام دنیا را میبینی همه دنیا به حیث یک خانه و یک شهرک شده است همه را ببینه به همون اختیاری جزئی که خدای تعالی برای بندگانش داده است انجام دادن مردم پس ما نمیتونیم بگیم که سبحان الله این قدری خدا به دست بنده اختیار نداره و بنده جبران هر کاری را میکنه انسان البته که از درخت فرق میکنه حتی از حیوان ها فرق میکنه زیرا انسان عقل دارد خدای بزرگ در قرآن عظیم شأن تاکید میکند ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال ما میگه امانت عرض کردیم بر آسمان ها بر زمین بر کوه ها غیرت نکردن قبول نکردن هیچ کدومش قبولش نکرد و اشفقنا منها ترسیدن میگه از قبول امانت و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا این امانت انسان میگه به خود گرفت امانت یعنی هم تکلیف خدا را بدرستی که این انسان میگه ظلوم است یعنی عدل نداره و جهول است یعنی که نادان است اما علمای تحقیق بگویند که ظلوم است عدل ندارد اما امکان عدالت کردن داره جهول است نادان است اما امکان علم دانش پیدا کردن دارد زیرا خداوند براش اختیار داده است و خداوند هدایتش کرده است و خداوند براش پیغمبران فرستاده است و خداوند براش کتابها فرستاده است همه در
قوت توانایی بشر هست. از همین خاطر در مسئله تقدیر قول اهل سنت و الجماعه همو است که نه جبر است نه تفویض، بلکه یک امر بین امرین. ما میگیم خالق کلی اشیا الله ذوالجلال است و کسب کننده انسان است. انسان میتواند کسب کند، قدرت کسب کردن دارد. در احادیث آمده است حضرت یک حدیث اندک برای بعضی ها مشکل بوده است، اوزی برای تو بیان میکنیم ان شاءالله بشرحش میدیم، برای که در همین موضوع سوالم کردن. من از خودم از پیش خود مثلا یک موضوع را نمیگم، وقتی میبینم که در جامعه بسیار تشویش فراهم می‌آورد، سوال و جواب در اطرافش زیاد میشود، بعد اون موضوع را مطرح میکنیم. حدیث است متفق علیه، بخاری و مسلم روایت کردن، اما این لفظی که ما میگیم از مسلم است، مفصل تر آورده استش. حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت اسلامی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند: احتج آدم و موسی علیهما السلام عند ربهما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند آدم و موسی علیهما السلام در نزد پروردگار بحث کردند. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه یعنی در قیامت بحث کردن. فحج آدم و موسی، حضرت میگه در همین بحث آدم دست بالا بود، آدم غلبه کرد، آدم علیه السلام. قال موسی انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته و اسکنک فی جنته. تو میگه آدم هستی، ابوالبشری هستی که خداوند خلقت کرد، در تو روح خلق کرده شد دمید، ملائکه های نازنینش امر کرد آمدن در نزد تو سجده کردن، تو را در جنت بی‌نظیر جای کرد. ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض. بعد اخی چیت بگم گفت با خطای کردگی فرزندای بیچارت از جنت کشیدی بروردی در زمین پرتفتی. مقصد به عیب تو امروز ما هممو زمینی شدیم و رفتیم. حضرت خواجه حافظ میگه من ملک بودم و فردوسی بر این جایم بود، آدم آورد بر این دیر خراب آبادم. ما مثل ملک در جنت بودیم، آدم علیه السلام گرفت همین داری فانی و داری خراب برا گرفت آورد. حضرت موسی را همون سخن گفته است که این قدر نعمت خدا برات داد، تو خطا کردی بیچاره فرزندات در بلا موندی. فقال آدم علیه السلام انت موسی الذي استفاك الله برسالته و بكلامه و اعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء و قربك نجيا. گفت بچه جان تو همون موسی بنی اسرائیل هستی که خدای تعالی تو را به پیغمبری برگزید، با تو تکلم کرد به واسطه، با تو لوح‌ها عطا کرد که در او تمام اشیا، تمام احکام خدای تعالی بیان کرده شدند. تو را از مقربان خود گردانید، در کوه طور با تو تکلم کرده سخن گفت. فبکم وجدت الله کتب تورات قبل ان اخلق. گفت خداوند تورات چقدر پیش از تولد شدن من، خلق کردن من ثبت کرده است، نوشته است. حضرت موسی گفت ب40 عاما. گفت یا آدم 40 سال پیش از خلق کردن تو خداوند تورات نوشت. قال فهل وجدت فيها و عصى آدم ربه فغوا. گفت ای موسی در تورات دیدی که خداوند بزرگ میگه که آدم به خداوند عصیان کرد، مرتکب مقصد جرم شد؟ همه گپ در تورات دیدی نوشتگی است. گفت بله. گفت پس تو مرا ملامت میکنی برای کاری که خداوند 40 سال پیش از خلق کردن من در نامه اعمالم نوشته است که آدم
اسیان میکنه و از جنت رونده میشه. تو مرا برای همین کار میگه ملامت میکنی؟ و میگه فحج آدم و موسی علیه السلام. در بحث غلبه جانب آدم علیه السلام بود. حضرت موسی خاموش ایستاد. اما خاموش ایستادن این معنی او را نداره که آدم علیه السلام بگه که خداوند در تقدیر من نوشته استش، از همین خاطر من امکان علاج او را عوض کردن نداشتم. نه، اینجا ملامت کردن حضرت موسی از جانب پدرش آدم علیه السلام به او خاطر است که میگه ای موسی، تو میدونی که من در بدل یک جرمی که مرتکب شدم مدت 1000 سال توبه کردم و گریه کردم و ناله کردم و خداوند ما را عفو کرد و در تمام کتب آسمانیش را ثبت کرد، از جمله در تورات هم اومده است که خدای تعالی گناه ما را آمرزید، تو حال ما را طعنه میزنی برای هم کاری کردگی. معنای گپ ای است. هیچ کدام ما و شما نمیتونیم بگیم که خدای تعالی نوشته استش ای دستی ما چی میوید. سبحان الله، این خیلی گپ نیست، این گپ جنایت است. و آدم علیه السلام هم این گپ نگفت. گفت ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا گفت بر جان خود ظلم کردیم، اسیان کردیم، سرکشی کردیم. اگر تو گناه من نبخشی، اگر تو هدایتم نکنی و مغفرت نکنی، هر آینه من از زیانکارا هستم، در عذاب و مشقت باقی میمونم. و مدت 1000 سال گریه و ناله کرده، از خدا توبه طلبید و خداوند گناهش بخشید. از پدر آموز ای روشنجبین، ربنا گفت و ظلمنا بعد از این. از پدر تعلیم بگی، نه بهانه کرده، نه تقصیر جست، نه بنای مکر حیلت برفروخت. حیله نکرد که پروردگار آخیت خود پیش از خلق کردن من در نامه اعمالم ثبت کردم به دستی که من جنایت میکنم و مقصد سرکشی میکنم، به جزا گرفتار میشم. ایگه پنه گفت. باز آن ابلیس مکر آغاز کرد که بدم من سرخرو کردیم زرد، رنگ رنگی توست صباغم تویی، اصلی درد و آفت و داغم تویی. شیطان سرکشی کرد. سبب رد شدن مردود شدن شیطان ای است که جوانمرگ شیطانی بدگهر به کله نگرفت گناهشا. گفت ربی بما اغویتنی، پروردگار رو به سبب آن که مرا در اغوا انداختی. نگفت که گناه از خودم شده است، بلکه گناه را به دیگران نسبت داد. بر درخت جبر تا کی برجهی، اختیار خیش را یکسنیهی. رو بخوان ربی بما اغویتنی، تا نسازی بدی و ره کج نزنی. پس هر کس ادعا میکنه که در نامه اعمال همین خیلی نوشته بوده است، از همین خاطر برای معلومات نکنه، او پیروی شیطان است، پیروی رحمان نیست، پیروی آدم نیست، پیروی موسی نیست، پیروی محمد نیست، بلکه پیروی شیطان است. زیرا این سخن خودش سخن شیطانی است و همه عمل شیطانی محسوب می شود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار همراه اصحاب بزرگوار نشسته بودند. حدیث متفق علیه است، بر روایت از علی رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار و مقعده من الجنه. گفت هر کدام شما جاهاتون نوشتگی است، علاج نداره. هر کس جنتی ها نامشو در جنت ثبت است، دوزخی ها نامشو در دوزخ. صحابه ها گفتن یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل. ای حبیبی خدا، گفتن در این صورت عمل چی لازم است؟ پس ترک عمل میکنیم، توکل به کتابو میکنیم. هر کس جنتی باشه جنت میروه، هر کس دوزخی باشه دوزخ میروه. عمل چی لازم بده است؟ اینقدر جان غم دادن چی لازم بده است؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنید، به هر کس همو عمل میسر میگردد که خداوند برای همو خلقش کرده است.
فاما من کان من اهل سعاده فییسر لعمل اهل سعاده. هر کسی را خداوند جنتی کرده است، جنتی خلقش کرده است، برای او عمل جنتی ها میسر می شود. ساعتی نماز اومد، نمازش می خواند، وقتی فرض در ذمه‌اش است بیقرار می گردد، روزش می دارد، امکان پیدا کرد حج خانه خدا را انجام می دهد، زکات مالش می پردازد. همه عمل ها عمل جنتی ها است و خداوند و پیغمبرای بزرگش ما و شما را خبر کردیان. پس به هر کسی که عمل جنتی ها میسر گردد، یعنی هر کسی را خداوند جنتی گردانده باشد، به او عمل جنتی ها میسر می شود. و اما من کان من اهل الشقا فییسر له عمل اهل الشقاوه. اما هر کسی که اهل دوزخ است، همون عمل دوزخی را دوست می دارد. دست به فسق و فجور میزند، دست به حرام و حلال میزند. اگر نصیحتش کردیم میگه در تقدیر من خیلی نوشتگی بود، از دستی من چیکار میآید؟ هر نیک بده که آید از من به وجود، تو بر سری من نوشته ای، من چی کنم؟ با همه شعار فاسقاشی دست متاسفانه امروز. حضرت مولوی در جواب همه جبرگراها یک نظم بسیار عالی گفته است. انشاءالله همون نظم میخونیم و وقتی نمازم شده است نماز شروع میکنیم. حضرت میفرماید اون یکی میرفت بالای درخت، میفشاند او میوه رو دزدانه سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمی تو کو چی میکنی؟ یک مردک بالای درخت برآمده است، ملا طبیعت به دست جوان مرد، با کم کم سواد هم داشته است، دعوای عالمی هم میکرده است. میوه باغی کسی را دزدی میکند که صاحب باغ میآید و میگه آخه خونه در بلندی تو دعوا میکنی که من علم دارم، دانش دارم، ایزان نمیکشی؟ تو نمیدونی که همین مال کسی را گرفتن حرام است، دزدی است؟ گفت از باغ خدا بنده خدا میخرد میوه که حق کردش عطا. عامیانه چی مذمت میکنی؟ بخل بر خوان خداوندی غنی. تو یک عوامی بی سواد گفت چی مذمتم داری؟ باغ خدا، من بنده خدا، اگر فرمان و مشیت خدا نباشه هرگز من بالای درختی تو برآمده نمیتونم. آخه من میوه را که خدا برام رزق روزی کرده است همون را خورده استم، تو چی مذمت میکنی؟ گفت ای ایبک بیاور آن رسن تا بگویم من جوابی بالحسن. بچه‌ش امر کرد که بچه جان برا بنده بیار من جوابی را بتم کن. پس ببستش سخت آندم بر درخت، میزد و بر پشت ساقش چوبی سخت. بعد گرفت در تنه همون درخت بستش برش بست به یک چوب به یک تیغ. گفت آخر از خدا شرم بدار، میکشی این بیگنه را زار زار. این مرده که خوب گفت از خدا شرم نمیداری، برای یک کف میوه میکشیم. گفت با چوب خدا این بنده اش میزند بر پشت دیگر بنده اش. چوب حق پشت پهلو آن او، من غلام آلت فرمان او. و تو گفت عالمی دانشمندی، چوب خدا، من بنده خدا، اگر امر خدا نباشه من تر نبسته میتونم، نزدت میتونم، به فرمان خدا برگای درخت نمیخلته. تو چی دعوا میکنی؟ به امر خدا زده استمد، پشت پهلوی درم از خدا است. گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است، اختیار است، اختیار. گفت توبه کردم نکشم که حقیقتا انسان اختیار داره، اختیاری کردن و نکردن کاری را خداوند براش داده است. بعد حضرت نصیحت میکند یک مثال، ای دل پی فرق بیار تا بدانی جبر را از اختیار. همین یک مثال عادی میگه براتون میارم و به همین معین میگردد که جبر چیست، اختیار چی است و بینشو چی تفاوت است. دست کن لرزان بود از ارتعاش، وین که دست را تو لرزانی زیجاش. بعضی شخصا به سبب بیماری یا به سبب پیر و بیمدار شدن دستاشو میلرزد، دست خشونه نگه داشته نمیتونن. و حالت دیگه‌مش اینا من مثلا دستم نمیلرزه و اینا لرزوندمش. هر د جنبش آفریده حق شناس، هر درم خدا خلق کرد، هر د به مشیت خدا است. هم جنباندن دست من
اگر خدا راضی نباشه من انگوش مجو مانده نمیتونم. و هم جنبیدن دست شخصی بیمار، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. اما اینا به هم دیگر مقایسه پذیر نیستند، زیرا که این را من به اختیاری خودم جنبانده استم، او بیچاره بیمار اختیار نداره در کارش، جبران شیلسته است. از همین خاطر در اعمال شرعی لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. نزد اهل سنت و الجماعه ما نه قول جبر قبول داریم نه قبل قدری ها را که انسان خالقی اعمال خود است، بلکه امر بین امرین که انسان کاسب است و خداوند خالق اعمال. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. نوردین پسر حاجی امردین دعا میکنیم، این برادر یک خیر کرده است، به حد پنهانی کرده است خیرش که باور کنه در همون سیستم پاییز که گوگل در اومدیم بعد پیداش کردیم. خداوند خیر احسانش قبول و مقبول گرداند، در نامه اعمالش ثبت سازد. در حق ثمرالدین برادرمون که محیب است، خداوند از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانش باشد. در حق استاد حاجی شمس‌الدین دعا میکنیم که خداوند سعادت دارین نصیب و روزیش گرداند، در کسب و کار و زندگیش برکات عطا کند. در حق برادرم حاجی سفر به منزل نو کوچیده است، خداوند منزل براش مبارک گرداند، مساعدت کنه که همیشه از خونش صدای تلاوت قرآن و ذکری فرزنداش به گوش رسد. در حق برادر یک شاگرد داریم سید عطا و ایشون جمال الدین، سید عطا را وعده کردیم در حق دعا میکنیم، ایشون جمال الدین هم چه خوش کرد که ما هم همجا خوش کردیم. دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و میل و محبتشون به اسلام بازم زایی‌تر گرداند. در حق برادر حاجی سلطان و جمیع محبان، هر کسی که محب است، هر کسی اسلام دوست می‌دارد، هر کسی که محمد صلی الله علیه و سلم دوست می‌دارد، هر کسی که علما را که وارثای محمد صلی الله علیه و سلم هستند دوست می‌دارد، خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبان باشد، جمیع مراد